بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه مبارک رمضان یک فرصت طلایی است برای همه ما و شما، خواهر مسلمان و برادر مسلمان. قدر این لحظات و این ساعت و ثانیه رمضان را بدان، متوجه باش. چند نکته را در حافظه خود بگیر. در ابتدای رمضان قرار داریم. اول ترک گناه را ترک بکن. گناهایی که در 11 ماه صورت می گرفت و انجام دادی در رمضان صورت نده. ترک گناه، گرفتن روزه. این روزه رمضان نشک از دست تو، بالآخره به سادگی بگذره و تو روزه رمضان قدرش را ندانی. نماز با جماعت همیشه فضیلت داره، خصوصا در ماه مبارک رمضان. به نمازهای تراویح متوجه باش که اینها قیام اللیل هست، پاداشش گناه ها آمرزیده میشه. تلاوت قرآن، وقت بگذار تا قرآن تلاوت کنی. ادای نماز نوافل، نمازهای نفل، اشراق و ضحا و اوابین و نمازهای نافله و اینها. توبه و استغفار، دعا و تضرع. متوجه باش که رمضان باید در وجودت تحول ایجاد بکنه و همچنین دهه اخیر که بتوانی نعمت اعتکاف که یکی از نعمتهای بزرگ الهی هست، قدر شب قدر را بدان. شبهای قدر از اول رمضان تا اخیر رمضان، خصوصا شبهای طاق و بالاخص در دهه اخیر شبهای طاق. مجالس علما صالحین، مجالست داشته باش با بزرگان و با اهل تقوا و با بندگان محبوب الله سبحانه تعالی، با صالحین. در این ماه مبارک رمضان صدقه و انفاق داشته باش. اینها همه از چی به دست می آیه؟ برنامه ریزی درست و استفاده نمودن از وقت و این فرصت طلایی، به امید این که این فرصت را غنیمت شمرده و از دست ندهیم. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.